این پسر ایرانی از شاگردی تو فرش فروشی تو ایران به راه اندازی 34 ابر پروژه از جمله دراپ باکس و گوگل رسید. گوگل بی تربیته. آقا لابد شما چیز بی تربیتی سرچ کردی. خب بیایم سراغ آقا سعید امیدی که اولین استارتاپی که روی اون سرمایه گذاری کرد پیپال بود که پیتر تیل بخشی از اون رو ازش خرید. سعید $50,000 تو اپ هانی سرمایه گذاری کرد و $40 میلیون به جیب زد. قدم بعدی سرمایه گذاری $100,000 تو دراپ باکس بود که براش $35 میلیون سود داشت. اما زندگی سعید همیشه اینجوری گل و بلبل نبود. وقتی خانواده امیدی تو سال 1358 مجبور شدن ایران رو ترک کنن، با پول کمی وارد آمریکا شدن و یک گالری ساده زدن. سعید تو 18 سالگی برای خرج دانشگاهش بطری آب میفروخت. تو سال 1367 اونها یه ساختمون اداری خریدن و فضاش رو به چند تا استارتاپ آینده دار اجاره دادن. لاجیتک، گوگل و پیپال مستاجراشون بودن. تو سال 1375 سعید مرکز فناوری پلاگ اند پلی رو راه انداخت و با بیش از 75,000 استارتاپ تو 30 کشور قرارداد بست. امروزه پلاگ اند پلی از قدرتمندترین مراکز فناوری سیلیکون ولیه که 34 استارتاپ اعجوبه رو ساپورت میکنه. حالا سعید امیدی که فهمیده آینده تو کشورهای خلیجیه، یه صندوق $100 میلیون برای سرمایه گذاری تو استارتاپ‌های سعودی هم باز کرده. دوبیاتی